همین فرزند گفته، زن گفته خودتون عذاب دادید، صرفه و خراج صرفه کردید پول، حتی به خودتون هم تبابت نکردید، اقلا در وگان ها زندگی کردید، اونو در قصر 3 خانگی زندگی دارند، 3 آشیانه، اگر در دستاشون تلفن های آیفون گناه میکنند. شما در اینجا پول میخرید، پول کار میکنید، با اونها میفرستونید، تلفن خریده میدید، اونها شب و روز در گناه هستند. کی گناهش به کی است؟ شما است که خریده دادید، شما است که نظارت نکردید. اگر جواب میگویید از بال همسرانتون، از بال فرزنداتون عذاب گرفتار میشید، در این صورت اونها دشمنای شما هستند. اگر آنها به شما کمک کنند و نماز خوانند و ذکر کنند و عبادت کنند و بندگی کنند، به عبادت الله تعالی مشغول شوند، در این حالت اونها یاردمچی های شما هستند.